امتحانو بکنید، از خودتون میپرسید الان چرا ناراحتیم؟ نمیدونم. ناراحتم، حالم خیلی بده، نمیدونم. اضطراب دارم، نمیدونم. دلشوره دارم، نمیدونم. وقتی من به خودم انقدر آگاهیم کمه، چجوری در مورد فکر یه نفر دیگه میتونم انقدر مطمئن صحبت کنم؟ منطقی بود. مورد بعدی. مورد بعدی اینه که با احساسمون فکر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من میگم که حس میکنم اونا به هم اعتماد ندارن. بعد یه چیزی میبینی میگی خب با چه منطقی؟ منطق خاصی نمیتونه برای این قضیه ارائه کنیم. میگه حس میکنم دیگه، من اشتباه نمیکنم، حس میکنم. قرار نیست ما با احساسمون فکر کنیم، قراره ما با منطقمون فکر کنیم. و خیلی وقتا این احساسات ناشی از خاطرات قدرتمند گذشته است که پایه و اساسی هم نداره تو حال حاضر ما. خب پس به هر جایی میگی حس میکنم که اینطور، یه ذره بررسیش کنیم فکر رو. اگر واقعا نمیتونی برای این افکار منفی شدیدت دلایل منطقی بیارین، لطفا نپذیرش. فقط صرف این که داری حس میکنی، من حس میکنم، باید بگی من فکر میکنم و بتونم براش دلیل بیارم. من حس میکنم نداریم، حس نمیکنیم، ما فکر میکنیم. درست شد؟ بله. شاگرد خوبی هستن خانم دکتر. اختیار دارید. اگه آخرش بتونم 9 تا رو بگم خیلی شاگرد خوبی هستم. خب ببینید مورد بعدی احساس گناهه یا عذاب وجدان. اما از چه جنسی؟ نه اینکه ما بریم یه کار بدی بکنیم بعد بگیم نه ما نباید عذاب وجدان داشته باشیم. ما عذاب وجدان در مورد کارهایی که باید انجام بدیم. مثلا مثالی که میزنم، مثلا ما میگیم باید من با کودکم وقت بگذرونم. درست. هر جایی ما این مدلی با خودمون صحبت میکنیم، فقط یک سری افکار منفی برامون ایجاد میکنه که باعث میشه ما عذاب وجدان ناشی از این افکار رو بگیریم و بعدم ازش اجتناب میکنیم. خب پس چی بگیم به خودمون؟ ببینید باید جمله رو عوض کنیم. ببینید وقتی ما میدونیم عذاب وجدان یک حالت بی ثبات هیجانیه که در واقع مولد نیست، ما رو به حرکت وا نمیداره، بلکه ما اجتناب میکنیم از اون کار، نباید دیگه با این ادبیات با خودمون صحبت کنیم. بعد بگیم برای من و فرزندم بهتره که بیشتر کنار هم وقت بگذرونیم. بایدی نداره. نه، به نفعمونه که بیشتر کنار هم باشیم. کدوم حس بهتر در شما ایجاد میکنه؟ قطعا دومی. خب پس به نفعمونه، بهتره. مثلا من به نفعمه که آدم مثلا راحت گیرتری بشم، نه اینکه من باید از این وضعیت آدم ضعیف بودن بیام بیرون. هیچ وقتم نمیام، همیشه احساس گناهشو با خودم دارم. برچسبم به خودمون زدیم. دقیقاً.